سلام دوستان، وقتتون بخیر. لازم دونستم به صورت حالا توضیح تشریحی به صورت استوری براتون بذارم در مورد این استراتژی. بعد از اینکه حالا وسیله ایچیموکو ما این ناحیه عرضه و تقاضا رو معلوم می‌کنیم، بعد دیگه اصلا به ایچیموکو هم نیازی نداریم. ناحیه معلومه برای خودش، فقط اینجا منتظر واگرایی میشیم. به همین راحتی واگرایی که میتونیم ببینیم. خب اینجا ببینید واگرایی عمل میکنه به شرط اینکه در ناحیه باشه. ببینید اینجا قیمت یه به صورت صعودی شده و اینجا میبینیم که RSI به همین راحتی به سمت پایین داره میره. خب این میگن یه واگرایی دیگه و میتونید باش ترید کنید دیگه. بستگی به خودتون داره. ببینید تریدش به این شکله. اگر قرار باشه ترید بشه، من یعنی اینجوری ترید میکنم، یا میتونید از هم اینجا مثلا بگیرید. شما از اینجا مثلا میتونید بگیرید تا پایین، تا به قول گفتن این لوی قبل و حد سر زمین رفت بالا. اما اگر میخواید تا پایین بره بالاتر، دوستان میدونن به چه علت استابلاس باید بالاتر باشه. حالا کجا باشه که عقب حالا اون مسائل خودش داره. و الان من تو لایو بازار هستم، نتونستم سری براتون بگیرم. ببینید به این شکل چند بار واگرایی داده. اینجا ببینید دوباره اینجا واگرایی داده. بله ببینید دقیقاً از هم اینجا این به سمت بالا داره میره تو قیمت، ولی RSI به سمت پایین داره میاد. و الان ببینید به راحتی تایم 1 دقیقه‌ای نزدیک به ببینیم چقدر تو سود هستیم. البته من ترید نکردم. خب من میدونید که خدا رو میریزم اینجور نزدیک 1% فعلا داره میاد پایین. به همین راحتی میشه معامله کرد. خب فکر می‌کنم تیپی ما بخوره، احتمالاً یه بالا بزنه من بررسی کنم، ولی نزدیک 1% من لورج. خب کسی اسکالپر هستش لورج 30 باید بزنه، باید 25 بزنه، 20 بزنه، 40 بزنه، بس که ریسک ریوارد داشته. من با لورجایی که میزنم خیلی راحت الان 30% گرفته بودم و سیو سود بودم. بقیه‌اش هم ریسک میشه تا ادامه ببینیم چه میشه.